دوستان سلام. من عباس تماسبزاده هستم. با 35 سال سابقه کار تو زمینه یخچال و لباسشویی و کولرگازی پکیج آمدم خدمت شما. عرض شود من تو ویدیوی قبلی در مورد تایمر و میکرو سویچ و هیدرو استاد اینا توضیح دادم، البته به صورت شفاهی. الان به صورت عملی میخوام اینا رو توضیح بدم. ما یه دونه پنل داریم، پنل سپر الکتریک. پنل سپر الکتریک چند تا دکمه داره. این دکمه که ثابته، این دکمه ها کار میکنن. مهم دکمه اولیه که دکمه آن آف لباسشویی رو روشن. اینم کلیداشه، اینم چراغشه، اینم کلید آن آفشه که 4 تا سوکت داره. برمیگردیم کلیدهای دیگه هر کدوم 2 تا سوکت دارن که این سیما رو ما میایم حالا یه جوری ما اینا رو تقسیم بندی میکنیم. این تایمرش، این تایمر لباسشویی سپر الکتریک که معمولا همه لباسشویی آنالوگ به همین شکله. اینا سوکتشون یه تیکه است. الان شما اگه توجه بفرمایید، این الان سوکت سبزه، این سوکت یه دونه تکفیش اینجا میخوره، یه سوکت قرمز اینجا داریم، یه مشکی، یه سفید. اینا جاهاشون همه مشخصه. ببینید دوستان، اینجا علامت داره. خب اینجا علامت. الان این علامت چیه؟ علامت سفید. این علامت مشکیه، این علامت قرمزه. الان جای این سبز دوستان عوض شده، جای سبز برمیگرده، جای سبز میاد اینجا. میاد اینجا. بعد اینجا یه دونه چی داره؟ زرد داره که این زرد هم معمولا تو لباسشویی ها نداره. بعد این موتور تایمره. شما موتور تایمر رو میتونید با برق 220 هم امتحان کنید. ببینید این 2 تا سیمی که داره میاد کجای تایمر وصل میشه. یه موقع میبینید تایمر کلا تو لباسشویی هیچ صدایی نمیده. شما اولین کاری که میکنین برمیگردین میرین قسمت تایمر، موتور تایمر. موتور تایمر اینجا 2 تا، یه دونه یه سر سیم موتور تایمر اینجا وصل شده. خب یه سر دیگه سیم تایمر میاد کجا؟ میاد همینجوری ادامه داره، باید دنبالش رو بگیرید. احتمالاً برمیگردیم به سر میکروسویچ. اینو از اینجا ما قطع میکنیم، اینم از اینجا قطع میکنیم. یه برق 220 سیم تست که اینا رو ما به صورت از این انبورای سوسماری هست وصل میکنیم به سیم تست. یه سر اینجا میزنیم، یه سر اینجا، اینو میزنیم به برق 220. اگه موتور تایمرتون به همین شکل کار کرد، خب پس موتور مشکل نداره، مشکل از تایمر. یعنی زمان کار میکنه مشخصه. چرخدندهای تایمر همینجوری به همین شکل میچرخه. وقتی که میچرخه صدا از خودش تولید میکنه، نه اینکه ساکت باشه. بعد ما برمیگردیم. من یه جا توضیح دادم، گفتم هیدرو استاد. هیدرو استاد، این هیدرو استاد این سوکت داره. چند تا سیم میخوره؟ تقریبا 1 2 3 4 5 6 تا سیم میخوره. شما میخواید بفهمید هیدرو استادتون سالمه یا معیوب. خب اون وقت چیکار میکنید؟ اینجایی که شلنگ وصل میشه به زیر دی، یه شلنگ باریک این شبیه شلنگ بنزینه، شلنگ بنزین تو ماشین اینجا وصل میشه. بعد از این برم وصل میشه به زیر دی که قسمت خرطومی پمپ تخلیه قرار میگیره. شما میخواید بفهمید این خرابه یا سالمه، اینو فوت میکنید. ببین فوت میکنید. اگه 2 تا صدا داد یعنی چی؟ یعنی هیدرو استاد شما سالم. اگه یه صدا داد یعنی هیدرو استاد شما مشکل داره. البته ناگفته نماند تو لباسشویی‌های
دیجیتال مثل سامسونگ و ال جی و تاکشوما اینا هیدرو استاد اینا کوچیک‌تره، 3 تا سوکت داره، یه سوکت 3 سیمه داره، اونم یه صدا بیشتر نداره. مثل این پلاتینش 2 بار صدا میده. پلاتین اولی یعنی چی؟ یعنی داره آب میگیره. پلاتین دومی آب قطع میکنه، یعنی چپ و راست لباسشویی داره کار میکنه. این وقتی به این شکل کار کنه 2 تا صدا بده، یعنی لباسشویی شما، هیدرو شما مشکل نداره و سالمه. حالا برمیگردیم تمام این سیمکشی ها به همین شکل میاد تا این پایین. این هیترشه. ببینیم هیتر این یه دونه سیم دوبل میخوره که اینجا جمپر شده است روی یه فیشه. یه دونه فیش هم این قسمت میخوره. یه دونه فیش اگه شما توجه کنید فیشش زرد و سبزه. این زرد و سبز یعنی چی؟ یعنی اتصال بدنه. سیم اتصال بدنه رو باید به بدنه اتصال بدید، به بدنه آهنی، نه به این سوکت ها. حالا ادامه این ما برمیگردیم میایم این پایین که این میشه، این هیترش. زمانی که شما اینو میچرخونین شما دمای مثلا 30 درجه آب میخواید، این کاملا اینجا میبندین، یه اندازه 30 درجه بچرخونین میاد رو گرما، میاد رو 30 درجه. شما یه دایره رو در نظر بگیرید. حالا من اینجا رو دقیقا به شما توضیح میدم که این اصل داستان چیه. ببینید شما اینو در نظر بگیرید، این معمولا اونایی که ریاضی خوندن میدونن به این میگن دایره مثلثاتی. خب ما سینوس داریم، کوسینوس داریم، تانژانت، کوتانژانت. اینو تو مبحث ریاضی ما نمیخوایم وارد مبحث ریاضی شیم. اینجا رو ما اگه 0 در نظر بگیریم، اینجا رو ما 180 در نظر میگیریم، اینجا رو ببخشید آره دیگه، اینجا رو ما 90 در نظر میگیریم، اینجا رو ما یه 360 درجه میشه. 0 180 درسته. اینجا میاد 270، اینجا میاد 360 درجه. شما حساب کنیم مثلا یه اندازه 30 درجه اینجا بچرخونیم، یه انقدر میشه 45. اینجا مثلا میشه 30، اینجا میشه 15، اینجا میشه 60. به همین شکل که میچرخونین، گرمایی که شما از المنت لباسشویی میخواین، من در مورد المنت لباسشویی توضیح ندادم. المنت لباسشویی به این شکل که اینجا 2 تا سیم میخوره. این سیمشه، سیم 1، سیم 2، اینم المنت لباسشوییه. بله ما اینو میچرخونیم. مثلا معمولا گرمای هیتر باید رو 30 درجه 40 درجه باشه. بیشتر از این باشه معمولا لباسا رو چروک میکنه. دوستان عزیز، من این قسمت رو امشب در حال حاضر من این 2 تا قسمت رو برای شما توضیح دادم. قسمت تایمر رو توضیح دادم با قسمت ترموستاتش رو، بعد با میکروسویچ. حالا من کارکردهای میکروسویچ رو مثل نیمه توضیح دادم. برمیگردیم به قسمت سیمای المنت و سوکت موتور و شیربرقی. انشالله در آینده نزدیک جلسه بعد من سعی میکنم که این لباسشویی، سیمکشی لباسشویی کاملا برای شما توضیح بدم، شما بتونید تو کارتون موفق باشین و خودتون بتونید معمای کار خودتون رو خودتون حل کنید. استادکار خودتون باشین. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. از شما ممنونم که ما رو کمک میکنید و یاری میکنید. خیلی متشکرم.